سه برادر در یک زمان، در یک مکان، سه برادر زندگی می کردند. آنها خیلی کمبغل بودند. برادران کلانی مکار و عیار. برادری خردی باشد، مهربان و دلسوز بود. روزی برادران به قرار آمدند که به جستجوی بخت به سفر می برایند. آخرین داراییشان کمی آرد جواری را خمیر کرده سه نان جوارگین پختند و بین هم تقسیم کردند و به راه برآمدند. رفتند کم رفتند یا زیاد عمیق نه، اما گرسنه ماندند. برادران کلانی به برادری خردی گفتند: بیا اول نان تو را میخوریم، بعدتر نان ما را. برادری خردی که مهربان و حلیم بود زود راضی شد. برادران نان او را تقسیم کرده خوردند. باز راهشان را ادامه دادند. کم رفتند یا زیاد. برادری خردی گرسنه ماند و از برادران کلانی نان پرسید. برادران کلانی به او نان ندادند و به حال او خندیدند. او را زده از پیش خود راندند. بیچاره برادری خردی یکه و تنها راهش را ادامه داد. خیلی راه رفت و بیگاهی روزی به نزد قصری کهنه رسید و درختی انجیر را دید. خیلی خرسند شد. جوان شکم سیری انجیر خورد و خدا را شکر گفت. جوان خیلی خسته شده بود و در زیر درخت انجیر دراز کشید و خوابید. شبانگاه جوان از آواز از خواب بیدار شد و دید که به نزد این قصر خرس، گرگ و شغال آمدند. خرس گفت: در این نزدیکی ها شهری هست و مردمانش از بی آبی اذیت می کشند. آنها نمی دانند که در این شهر چنار عظیمی هست و اگر بیخ آن را کابند آب پیدا می شود. گرگ گفت: پسری یگانه شاه مملکت بیمار است. جادوگر او را جادو کرده. اگر او را برهنه به پوست بره سفیدی که در رمه شاه هست پیچانند صحت می شود. شغال گفت: در زیر ریشه های این درخت انجیر گنجینه هست. بعضا موشها طلا و تنگه ها را بر روی زمین برآورده در آفتاب خشک می کنند. کسی که این موشها را نابود کند بایگری از آن او بای و به دولت می شود. سحرگاهان وقتی که خرس و گرگ و شغال رفتند زمین لرزید. در زیر درخت انجیر سوراخی پدید آمد و سه موش تنگه و طلاها را بر روی زمین برآوردند. جوان با کلتک موشها را زده کشت و صاحب این همه بایگری شد. روز جوان اسبی خرید و با آن سوار شده به جستجوی شهر رفت که مردم آنجا از بی‌آبی عذاب می‌کشیدند. جوان به این شهر رسید و
چناری عظیم را ریشه‌کن نموده چاه کند و به شهر آب آمد. مردم شهر به جوان تحسین و آفرین خواندند و تنگه و طلای زیاد تحفه‌اش نمودند. پس از این جوان به نزد شاه مملکت آمد و عرض داشت که او می تواند پسر یگانه شاه را نجات دهد. پسرک بیمار را جوان برهنه کرد و به پوست گوسفند سفید پیچاند و خوابانید. پسرک از درد و رنج رها یافت. پسرک بیمار شاه در طول 1 هفته به جوان مرد خوش صورت و پهلوان جثه تبدیل یافت. شاه خیلی خوشنود شد و به نجات دهنده پسرش بایگری زیاد تحفه کرد. جوان به قصرش برگشت و خوشنود و خوشحالانه و آرام و آسوده زندگیش را ادامه داد. باری به نزد قصر جوان 2 مرد گرسنه و نیم برهنه گدا صورت آمدند. جوان با آنها نگریست و برادران کلانیش را شناخت. برادری خردی آنها را به قصرش درآورد و مهمانداری نمود. لباسهای خوب داد و قصه چگونه بای و بدولت شدنش را به آنها نقل کرد. بیگاه روز برادران کلانی نیز به نزد قصر کهنه آمدند. شکمسیری انجیر خوردند و خوابیدند. آنها انتظار معجزه‌ای بودند که برادر خردی آنها را بای و بدولت کرده بود. شبانگاه بیدار شده دیدند که خرس و گرگ و شغال آمدند. خرس گفت در شهری که آب نداشت اکنون آب خیلی بسیار است. مردم شادند. گرگ گفت پسر شاه را که جادوگر جادو کرده بود اکنون سلامت است. شغال گفت برادرها، کسی موشها را کشته خزینه را گرفته است. بیایید بینیم که در اینجا شاید یگان آدمی زاد باشد. برادران کلانی از ترس به شاخ انجیر برآمده تا سحر تا رفتن گرگ و شغال و خرس در آنجا ماندند. برادری خردی باشد خوش و خرسندانه زندگی میکرد و به کمبغلان و بیچارگان یاری میرسانید. او جوان دلسوز و صاف دلی بود و خداوند او را به مراد دلش رسانید.